Hadi. Çıkıyor. Bak çok uçkun. O zaman bana tanımıyor. O zaman olmadı ama. Soyu bir konu da olacak. Kaçırsanız de konuyu doğru. O zaman iki olmadı. Bayım orada diderken. Sen onu bak kuş da ayrı mı? Düz ayrı usta. İtameli. O zaman uçkun. Mağuz meram evini. Agar zabor baland باشه با تقش میگذاریم اگر پس باشه با بلوش میپریم فهمیدی؟ من این رقبه مبرم او تا بینون زبور رو شخیره دویده کرده را مو همینجا استیم همینجا بس تمام میخوابم تمام چی؟ چی برای چی؟ میخوابم اوما کی اوما؟ تو دیونه ای چی؟ میخوابم کی اوما دو ملیسون سرم اونو بستن؟ ای بچه تمام میخوابم عموما زبور نداره خونه علیکم سلام هم اساس تنج؟ چوکادی؟ مردک جان او جان آخی ایچی بگم گبزه زنک مانده اونه که گبزه مثالی درست کار قطعی میتیه جانه رفته استراحت استراحت هم میگم که همین خود چیزی گفتنی درست اونه که این کودکو را چخیل میکنیم 4 کودک چخیل میکنیم دو تا سخانه و چای ما میبریم خب دو تا دیگه سخانه و چای تو میبریم ایت زنک پخته ایده این گوه را چخیل میکنیم با همسویه دمیتیم ای ساکتی مرغ چرخت بای این همسویه دمیتیم بی زنک دو کودک خانه و چای تو دو کودک خانه و چای ما ای گوه او همسویه نگاه میکنم این مرغ سگ پگه این همسویه نگاه میکنم خونه خالی میشه نمیشه همیشه استراحت کنیم بیناهای آشیانهای بلند گفته اینجا ساختمان ها اینجا با کارا بیسا بوده اینجا آنا مردم میگه بیکاریم آنا برین اونا کارا نگاه کن ساختمان های خیلی پیشروی اینه بوده این اینجا مغازه های نو مگزین اینجا با کپوس بخوریم کپوس اوفه بو گزید خونده سر آیله خوش صدا با ما ای مرده روزی درست گزید میخونی چه خیلی کم میزنی تو؟ میمونی همین گزید منو خونیم 10 سالش زندگی داریم تو فقط گزید میخونی مهر و محبت تر ما ندیدم ای زنک مهر و محبت داریم نه که کم گزید هم خونده در کارای کن کاش که ما گزید میشیدیم و در دستت گرفته میخوندی زنک من خدا میگم که تو کلندر میشدی هر سال حالیش کردن میگرفتم بچه‌های عزیز چارکی 6 ماهگی ما با افریقاسی میدونم الان یک قبایت شما را باید ما سوالای خوب دیم شما جواب دید درست؟ الان که بابا که اذیت دید گفتم که سردفتر ادبیات معاصر کیست؟ سردفتر ادبیات کلاسیکی سردفتر ادبیات کلاسیک تاجیک ابو عبدالله رودکی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی قنداب تازه شینه قنداب تازه خب نباید خیلی جان اخیر بگو با پیش اومده تو توکر فریم کردن نگرده کنی خیلی جو؟ خیلی جو
در تاجیکستان چند میلیون اهالی آدم زندگی میکنن؟ گفت؟ در تاجیکستان چند میلیون؟ در تاجیکستان 9 میلیون اهالی زندگی میکنن. 9 میلیون؟ کنی همون 9 میلیون یک تا در نورنبرگ کن؟ چه؟ همینجا رو دیگه استم کو؟ خیال نکنم که در تاجیکستان همه رنگ تاجیکستان است همینجا اینم خیلی خیلی خورا اینم چینم دارم اجری نه مالینا در تاجیکستان هم پر علاوه اویمو امیر اسی اونجا رفته گوش که مال همش همین گپ بانی خمونی یا هفته ده هفته شد نه کورای نه بورای اقلا نه خونه پول روی کردیم تاجیکستان مال پول روی کردن اقلا هم شکمی خمون اگه چی بیایم بخره این خیلی بیکار بگردن که نمیبرم گوش نگیده مال همش خیرات کم مسافت بدای همین مویگیره کش بدای همیش بدای بله راست میگی همین شلاش اقلا گوش نگیده نمیبرم یکم چی یکم موی بگیرم بخرم همین شواد نمیبرم گوش نگیده بیا یکم تا بخپیم برام خود شاو نشیده درو رفته موی خپیدن نکن موی نمیزنه خیلی دا هیچ ندارم کو هیچ خیلی مایی نمیایا با یکجون مرا نخنه من خواهیشتون اجرا میکنم ما خواهیش مانه بگیم آنبر در غریبی خدا دادک مانم در غریبی خدا داد هو ما سه خواهیش نه یک خواهیش داریم یک خواهیش داریم ما یک خواهیشتون هم اجرا میکنم سه خواهیشتون هم اجرا میکنم ماهی جان سه خواهیش مانه نه یک خواهیش مانه اجرا که یک خواهیش مانه یک خواهیش داریم خواهیشی ما هم یکی خلاصه مانو برو ورده خواهیشی ما هم یکی انمو بیسه تجره پایان تو بالا را ما هر دو قشنگ دور کنه الو رسیدی اما؟ این رسید موقع یه اینو توقت که؟ یه ساعت مطرح نگاه دارم این من هم استاد داشتگی هر شد تمام اینا ما اومدم مایل تست چی حاضر مایلشه سه باشید امیرم من شیطانی میگنم که گل میارم اینا با من گل نیاوردم با چیکار کنیم من اخیرا چی بگم بیا میرم میگم که بیا یه صورت میگیریم تمام منم صورت سلام علیکم سوستی برو خوب شیشتی ممکنه اشتم یک تایده شکفیدی میگم که هر فقط که می اومدم گل بعدا میکردم اگه بخشش که گل راستیگه باید برو اومده یک صورت همین سه بچه‌ها میگیریم چی کنه سه بچه‌ها چی میگن کلام علیکم سلام علیکم طرف فرید سلام علیکم اکا چی کنید سازی برو اکا صورت میگیریم برادر ما همین راستیگه این روز فقط توی داریم این اویله هم شده انا این مورا یه صورت بگیر کلام کن اوپا چی کنه میکنم چند سال میشه صورت؟ نه در کدوم برای شما 20 تومن 20 تومن؟ 10 تومن نمیشه برای 10 تومن ما به نزدیکی توی داریم برادر سلامت باشید خوش آمدید انور جان جان اخی قشلاق رفتی؟ پدر مادر دیدی؟ قشلاق رفتم پدر و مادر دیدم همه صد پاییز توی شهر دا میکنی پدر و مادر رو گفتی بگیر توی بیا
توی خبر نکردم؟ نکردم چی با؟ عجایب گپ میزنی تو و همون پدری ما وقتی که زنگ گرفت تویش در من خبر کرده بود